خب عزیز دلم، اسم این کتاب را تا شنیدی؟ بله. صحیح بخاری جلد 3. خب میریم بر طرف روایت 3012 از ابن عباس. روایت است که سعب ابن جثامه گفته پیامبر در موضع ابوا و ودان از کنارم گذشت. از آن اصلا در مورد اهل حرب، یعنی مشرکانی که مورد غارت قرار میگیرند، مورد دزدی مسلمانان قرار میگیرند و زنان و کودکانشان آسیب میبینند. سوال شد. آن حضرت فرمود آنها نیز از ایشانند. آسیب در صورتی که در جنگ آسیب میبینند. خب چرا باید کودکان؟ نه در جنگ نه، وقتی که به غارت، عزیز من روایت را ببین، مورد غارت قرار میگیرن، مورد دزدی، کاروانشون را دزدی میکنن، کودکانشان را هم میکشن. خب این چی دین پر از صلح و صفا و محبت و عشق و عاطفه هست که کودک را امروز وقت اسرائیل میاد کودکای فلسطینی را میکشه، شما دادتان میبره که چرا کودکان کشته میشن وقتی پیامبرتان کودکان قریش را میکشه؟ چرا در این مورد سکوت اختیار میکنین؟ درست است استاد محترم. این نظر من چیست، چون که هر چیزی را که خود شما میخوانین اینا یک تفسیر داره، چی در قرآن باشه چی در باز اینا شما تفسیر کنین نمیره برای ما. ولی وقتی که میگم از این از ده هیچ جای قرآن هیچ چیز نامده که بدون هیچ برین و غارت، همین کلمه را غارت برین دزدی کنین. حالا این کتاب را کی نوشته؟ من نوشتم. خود در همین کتاب آمده عزیز من. ببین مشرکانی که مورد غارت قرار میگیرن، مورد غارت قرار میگیرن در کتاب آمده، شما میگین نیست. ما پیشویتان کتاب را باز کرده نگه داشتیم اینجا. نه گپتان صحیح است، اما این احتمالاً دلالت از جنگ نمیکنه، یا ایست که به ناحق برین دزدی کنین بیاین امی موضوع را، یعنی شما میگن دلالت میکنه. ناحق دزدی نکنین، دزدی کنین مالشان را بگیرین، زنشان را بگیرین. ناحق یعنی چی؟ به خاطر مالشان دزدی میکردن. چرا پیامبر شما مسلمانان را دستور میداد که بروید حمله کنید و مال زنشان را بگیرین؟ چرا دستور میداد؟ اینا را من از کتاب صحیح بخاری برات میگم چرا پیامبر زن و مال دیگران را میگرفت. ببین عزیز من، کتاب صحیح بخاری، کتاب ایمان نه، روایت شماره 25 از ابن عمر روایت است که رسول الله فرمود، این سخن محمد است، من مأمور شدم که تا زمانی با مردم به نبرد بپردازم که گواهی دهند، یعنی عدم خواندن کلمه باعث می شده که زن دیگران را پیامبر بگیره. من مأمور شدم تا زمانی با مردم به نبرد بپردازم که گواهی دهند بر این که نیست معبود بر حقی بجز خدای یکتا و محمد فرستاده اوست. چرا جنگ میکرده؟ به خاطر که مردم کلمه نمیخواندن. و نماز برپا دارن. چرا جنگ میکرده؟ چون مردم نماز نمیخواندن. و زکات بدهند. چرا جنگ میکرده؟ و مردم زکات نمیدادن. هرگاه چنین کنن، هرگاه نماز بخونن، مسلمان شون، کلمه بخونن، خونها یعنی جانشان، خونها و مالهای ایشان را از من باز داشتند، مگر در مورد حقوق اسلام و حساب نهان آنها با خداست. یگانه علتی که پیامبر دیگران را وادار میکرد که میگفت یا بیاین کلمه بخوانین، شهادتین بخوانین و با ما بیعت کنین که من از جانب خدا آمدم، یا این که چیکار میکنم؟ مالتان را و خونتان را میگیرم، جانتان را میگیرم. حالا دیدی که چرا مسلمانان عزیز من چی میکردن؟ میرفتن و با مشرکان بالای کاروانهایشان حمله میکردن. چرا؟ چون مشرکان خدایان خودشان را داشتن، به طرف خدای محمد الله رجوع نمیکردن. پیرو بت هبل بودن، پیرو بت عزا بودن، پیرو بت منات بودن، پیرو بت مناف بودن، پیرو سایر بت ها بودن. به همین دلیل محمد میگه یا بیاین پیرو بت الله شوین یا زنتان را میگیرم خودتان را میکشم. صحیح بخاری پیام شمی از جانت.